صبح زیبایتان بخیر، خوش آمدین. مثل همیشه که ما میماندار میباشیم و انشالله که بیشتر صحبت را با میهمانان عزیز ما همچنان می‌داشته باشیم و قربان نگاه های هر یکی شما که تا دیدم ما را همراه هستین، باز هم با ما باشین و ما را تنها نگذارین. همیشه در برنامه ما خواستیم که موضوعات مختلف را انتخاب کنیم تا بتونیم تا حدی هم اگر توانسته باشیم پرسشایی که در ذهن دارین حل شود و بتونیم که خیلی موفقانه پیش بریم. همین گونه شما بیننده خیلی خوب ما باشین و ما هم بتونیم یک گنده خیلی خوب باشیم به شما. و خوشبختانه مهماندار که هستیم هر یک به خانش میگیریم اسمایشون. آقای سلیم آیدن با ما هستن که ایشان قهرمان حافظه هستن و جیهون جان متعلم صنف هفتم هستن. بیشتر صحبت‌ها در مورد فعالیت‌ها و کارکردهایشان می داشته باشیم که چقدر تا اکنون دستاوردهای خیلی زیادی داشتن و چقدر کارهای زیاد را انجام دادن. ایشان از ترکیه آمدن. سلام آقای آیدن. سلام. خوب هستین؟ آقای سلیم جور حتما سر حال. تشکر. بخیر آمدین. جیهون جان صبح بخیر. خوب هستی؟ درست. خب آقای آیدن بیشتر صحبت از شما آغاز میکنیم در مورد شما از که شما قهرمان حافظه هستین. پس در ترکیه شما مدالای خیلی زیاد را به دست آوردین و اینجا لو تقدیر هم در نزد ما میشه که از شما بیشتر بشنویم در این مورد. بعداً باز میشه در مورد لو تقدیری که هست از شما معلومات بیشتر بگیریم. شروع میکنیم به نام خدا. سلام احترامات عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان محترم تلویزیون خورشید. اسم سلیم است. آیدین تخلص میکنم. زندگی خود را در ترکیه سپری نمودم و تحصیلات لیسانس ماستری خود را نیز از همانجا از نمودم و تقریبا 5 سال اخیر خود را به مسابقات حافظه که در ترکیه به شکل اوپن مسابقات جهانی است با اونها اشتراک کردیم و خوشبختانه که نتیجه اول دوم کسب کردیم. خیلی خوب. تقدیری که هست معلومات بتینی از کدام این تقدیر به خاطر کودکان ما تدریس داده بتانم. همین کورس میگا منتال اریتمتیک است. یک متد نو است که متد روندهای نو خود ریاضیات را آسان‌تر میسازه. یک تصویر است سال 2016 که اولین بار ما اونجا کپ گرفتم. یک تصویر از اونجا است. بله. خیلی خوب. و در اینجا مدال های هم است. لو تقدیر خیلی زیاد است، نه یک نه دو بلکه بیش از حد. بله. و بیشتر میخواید در مورد جیهون جان همچنان بشنویم که مثلا صنف نهم هستن یا هفتم هستن. چی مهارت های خودشان آموختن و چقدر زیرک هستن؟ بله. جیهون جان در عرصه ریاضیات در بخش ریاضیاتی که ذهنی حل میشه و او بخش زیاد دستاوردهای زیادی گرفت. خب این کپا از چی است؟ این کپا از مسابقات و کپ خورترک مربوط جیهون جان است که به 30 دقیقه ارقام جمع کرده و در نهایت نتیجه اول درجه اول به دست آورده و اینا هم مربوط به خودم میشه. بسیار خوب. با همزمان ناگفته نمانه جیهون جان در عرصه تندخوانی نیز مهارت های خاص داره و طور اوسط یک شخص میتونه که 150 کلمه در 1 دقیقه بخونه، ولی جیهون جان میتونه 650 کلمه در 1 دقیقه بخونه. این به این معنی است که یک کتاب 100 صفحه‌ای را در 1 ساعت بخونه. خب جیهون جان فعلا میخوای با ما کدام کاری داشته باشی یا خیر؟ یعنی کدام چیز اگر باشه میبینیم ما. درست. جیهون جان حالا یک ارقامی که نیم ثانیه عبور میکنه، البته یک 50 دانه ارقام است، میتونیم با تعدادهای مختلف باشه اینا را همزمان میبینن و همزمان با استفاده از قدرت تخیلاتش میتونه اونا را جمع کنه و در نتیجه جوابش نوشته کنه. خیلی خوب کارتان جیهون جان. خب شما قهرمان حافظه هستین، در مسابقات مختلف اشتراک کردین. چقدر مدت زمان میشه که در این رشته فعالیت دارین و کار میکنین؟ من تقریبا 10 سال میشه. 10 سال اخیر خود را به بخش حافظه رجوع کردیم و در 5 سال اخیر به شکل پروفشنال به مسابقات اشتراک کردیم. مسابقات جهانی که در ترکیه دایر شده با کشورهای مختلف و سایر. باز مسابقات چگونه می باشه؟ مسابقات در بخش‌های مختلف. یک بخشی از که قطر را حفظ میکنین، یک بخشی است که شما را ارقام حفظ میکنین. یعنی حافظه تان شما چقدر قوی است و چقدر گرفته میتونن. بله، چقدر سریعتر شما بتونین که او را حفظ کنین و همزمان تکرارش کنین با یک مدت کوتاه. البته ما اونجا رکورد هولدر هم در ترکیه هستم که در 41 ثانیه توانستیم 52 پر قطر
موردش معلومات بدین. 2017 سال 2017 در 41 ثانیه ما توانستیم که 52 پرقطه حفظ کنم و همزمان پس دوباره تکرار ریپیتش کنم و هیچ یک خطا وجود نداشته باشه. اگر یک خطا هم باشه یک مسابقه یک خطای کوچک بین میره امتیازاتتان همون پوینت هایتان از بین. دو امتحان تاپترین نتیجه از کدامش که گرفتین امور قبول میکنن، ولی یک خطای کوچک هم باعث میشه که کلگی دستاوردهایتان از بین بره. بله واقعا. خب آقای سلیم